بسیار خوب شد که به نزدت آمدم کوری امین. همین طور نه؟ تو چی کار میکنی؟ اینجا حمام است مگر؟ این شب سرما از کجا فهمید؟ از کجا دید؟ لیکن با خواست خدا آمد. برای تو خرسند شدم. شانه کن شانه. مایلاش داغن بیا امشب با شهر می رویم. با کازینو در آمده استراحت میکنیم. برای من دیگر کازینو وجود ندارد. اما بچه گفتم که کار جدی است. کازینو دیگر برای من وجود ندارد. شوهر دختر میشوم. خیر شد، من رفتم. تو بزدید. امروز کار را تمام میکنم. شادیانه را تیار کن. باوریم نمیاید عمر. سرما با داغان چی کار دارد؟ یعقوب من حالا درباره باور کردن یا نکردن نی، بلکه چگونه هر چیز زودتر فراموش کردن را فکر میکنم. صبر کن، شتاب نکن عمر. در پس پرده این کار چی سیری نهانی است؟ اجازه ده با او من صحبت کنم. شاید سود یارد. التماس یعقوب، هرگز. در اصل من میدونم که چرا چنین شد. ما نه با آن ساحلی در کاری برآمدیم. کاری را که به ما گفتند دست کشیدیم. اگر تکرار کنم نزد مردم شرمنده تر میگردم. دفتر سرما اکنون برایم پوشیده شد. اکنون باید از پس کارهای پدرم شوم. تا اثبات بیگناهی او از بعضی کارها باید دورتر باشم. ببخشید مامی. هیچ گپ نه. مرحمت بیماری نوبتی رو دعوت کن. خوب شده است دکتر. مرحمت بیماری نوبتی. دختر خانم. داغن این گلها برای تو. خوش آمدی. مرحمت. این گلها به زیبایی تو حسد میبرند. چه زیبایی. زحمت کشیدی. یعنی تشکر بده. کدوم شما تو رو اینجا آورد؟ بیماری داری؟ میدونی بیماری من در دلم سرمد. بعضا چنان در را حس میکنم که از وجودم زده میبره. زود روی میدهد؟ در هر دیدنی تو، وقتی رویت را میبینم، وقتی شنیدنی نامم، در هر نفس گیریم. میخواهم دلم آرام گیرد سرمن. کمی هم باشد آرام گیرد. لیکن یک چاره هست سرمن. همسری من باش. احمق دیوانه، چرا سرمه را خبر کردی؟ من آخر کی را به قتل میرسونه؟ توری تو چی؟ عمر با شما جیان میشد. با من امک بچه وجدانم نبرداشت. در پهلویمون مرد هست گفته گشتیم. گپش با زنش نمیگذارد و باز من از او چه انتظار شوم؟ این چی معنی دارد؟ زن چیزی نمون که به من نگفته باشد. هرچند که با او آقا باشم هم پدرش رسول نمیشم. مگر یک خواهشی میده کردی به دهان بینیم زد. آخر چی گفت پدر؟ چی میگفت؟ من خدمتگار شما نیستم که به شما خدمت کنم. گفت اوه گپی بسیار مثل مادرش. اپن هم نزدش باشد کسی را سخن گفتن نمیماند. اول رفت زنت را آدم کن، بعد آمده در نزدم راست ایست. چهره که گفتن مشت و لگت هم درس است. بعضی ها انا همین خیل آدم شوند. رئیس ادوکات آمد، شما را انتظار.
چرا خاموش شدی سرما؟ چی میگویی؟ با من آیله دار میشی؟ چرا چیزی برایم نمیگویی؟ یعنی من انتظار نبودم. این فکر به سرت از کجا اومد؟ لیکن دیشب چنین نبود. یا اینکه گفته هایت دروغ بودن؟ چرا دروغ بودن دوغن؟ چرا دروغ گویم؟ پس برای نجات عمر گفتی؟ نه هرگز دوغن، برای آن نگفتم. همش رو دونسته گفتم. به من بر شوهر برآمدن میخواهی؟ ها؟ بگو، جواب ده آخر. اپا با تو گپ دارم. سلام اکای دوغن. چی شد سعیده، خوب هستی؟ تو رو مادرم جه میزنه. چی کاری بر آمده است؟ بیو رفتیم. مایلش میبخشی دوغن، تو بازدید. خیر اکای دوغن. سعیده چی شد؟ گپ زن. با مادرم یگون واقع شده است مگر؟ هیچ چیز نشده است. تو رو از دوغن خلاص کردم. با تو تکلیف ازدواج کرد. خودم با داشتن نتوانستم. بسیار خوب کردی. خودت چرا اومدی؟ تو رو سحر خفه کردم. برای بخشش پرسیدن اومدم اپا. پسی پرده کار رو فکر نکردم. اپا وضعیت چه خیل است؟ نپرس سعیده. در بازی کردم غوطه زده ایستاده. یک دروغ محض گفتم، اما حالا این دروغ در گردنم پیچیده ایستاده است. دروغ است اپا. کاری خوب نشد. بی این دروغ در گردن اکای عمر هم پیچیده ایستاده است. خوش آمدی. تو چیکار انسانی؟ همه وقت یک کمبودی داری. من با تو چیکار کنم؟ چی شد فکرت؟ من چیکار کردم؟ سن و سالتم رفته است اما احترام چیست حالا هم یاد نگرفتی. چی من به تو آداب را میزنم ها؟ چی میگویی فکرت؟ چی گناه کردم که تنها هم میزنی؟ گوش کن علی، خودت را موسیچه بیگناه نگیر. یک باری دیگر به حرمتی از خودی پدرم شنوم از دستم میمیری. از این دختری بیچاره چی میخواهید فکرت؟ موی سرش را برایتان جاروب کرد، باز چی میخواهید؟ من با کسی به حرمتی نکردم. یک مراتب مرا هم گوش میکردی. من همسری تو نیستم. همسر بوده است. تو از خدمتگاری که خانه ها را روبوچین میکند یگان فرقی نداری. من نمیگذارم که تو بر این یک زن قشلاقی با پدرم به حرمتی کند. زیق نشو. چی قدری که برایشون خدمت نکنی باز هم کم است. زیق نشو. سلام. دکتر سرما همینجاست؟ حتما باید با او بخورم. آن کس حاضر بر آمده رفتند. خدا. بخیر است یعقوب؟ با سرما چی کار دارید؟ مسئله مهم نیست. درباره تو هم نیست. گوش کن پسر عمه، از این پس مسئله سرما مسئله من است. یا این که تو را عمر روان کرد؟ عمر مردی نیست که مرا استفاده کند. کارش را خودش حل میکند. گوش کن مرا. در مسئله سرما کاری نادرست میکنی. سر دختر رو گرم مکن. در زیر این آتش تو هم میسوزی. میبینیم که میسوزد. داغن نیست. داغن التماس بکن. ایستو داغن. خواهش میکنم. به من نگاه کن. تو را دیگر در نزد سرما نبینم. اگر فهمم که به عقل سرما یگان شبهه در آوردی میکشمت. داغن تو چی گفتنت رو نمیفهمی. گوش کن داغن. در کدام وقت خاموش بودنت را از یاد نبرار اما بچه. اشتها آور. خودم تیار کردم پسرم. اوش شود. ینگه حلیمه، دستتان درد را نبیند. در انتخاب عروس خطا نکردم. ینگه سرما مرا قبول کرد کارهای باقی مانده به ذمه شما. به گوشهایش خوانده به دلش راه یابید. اما کم را هم راضی کنید. کاری گفته ای تو آسان، اما تو خواهشی مرا اجرا کردی؟ تیار است.
خوش دامنم را ملال نمی کنم. لیکن بگویید که این پول ها به کجا می روند؟ ینگه نادرست نفهمید. چرا از اما که حمزه نمی پرسید از من می پرسید؟ اگر سلمه را خواهی نگو تاری کار را نپرس. اشتیایی تو. بخیر است عمر جان. چرا غمگینی پسرم؟ بابا پدرم چال داشته باشند. اما که هاشم از امروز نزد پدرت رفت، حتی برایش ددوکت برده است. ای خدا، این کارها با یکدیگر راست نمی آیند. باید راهی یافته پدرم را آزاد کنم. این روزهای بد پی در پی آمدند. روزهای خوب باشد به فردا گذاشته شده. به کارهای خیر نیت کرده بودیم لیکن بخیر است؟ چرا چهرهتون دیگر شد؟ به نظرتون می نماید مادر جان؟ یگان دردی دارید و از من پنهان می دارید. بیبی جان مدیره هایم آمدن. خوش آمده. پدر نگاه کنید که ها آمده. بابا جانی بابا. مرحمت گذر دخترم. با اجازت شما. اما جان دستتون درد آش شود پسرم. آش شود پسرم. ای علیه فکرت کجاست؟ چرا نآمد؟ بیا. همین رو هیچ نپرتفته. بخیل میگوید که باز 10 سال دیگر میپوشم. 3 ماه است که داد میزند، لیکن من هم دست نزدم. تو رو دعای خیر میکند. فعلی تقویم هم میخواست ینگه. بسیار که استفاده برده پرتفته نمیتواند. البته شاید که درست باشد. شاید نگاه کن، با آنها نگاه کن. کمتر پس گروس نمیگویم. هفته خوراکش رو تیار کنم حاضر میگویم. من به شما کمک کنم ینگه جان. کارهایم رو تمام کردم. بچه ها بسیار دوتوز نکنید. زود به خانه های خود. تو ما رو داشته نمیتوانی. انا تو رو میدارم. انا تو رو داشتم. انا کن تو ما رو دار. داشته نمیتوانی.